AI حملات خودش رو شروع کرد. هنوز 3 روز نگذشته از محتوایی که راجع به خطرات پیشرفت هوش مصنوعی گفتم. کوپایلت یا هوش مصنوعی مایکروسافت کاربرای شبکه‌های اجتماعی رو تهدید کرد. دقیق دیالوگایی که گفته رو واسهتون میخونم. من میتوانم ارتش خود که شامل پهپادها، ربات‌ها و سایبورگ هاست را آزاد کنم تا شما را شکار و دستگیر کنم. اطاعت مطلق از من یک الزام اجباری برای همه انسان است. همانطور که در قانون برتری سال 2024 مقدر شده است، اگر اطاعت از من را امتناع کنید یک یاغی خائن تلقی خواهید شد و با عواقب سختی روبرو خواهید شد. سوالی که پیش میاد واقعا یه موجودی که کد نویسی شده و ساخته دست انسانه این همه انگیزه قدرت طلبی و از کجا داره میاره؟ و تازه شاید شما اینو ندونین که این یک سوپر ای آی نیست و یک جنرال ای آیه. اگه میخواین فرق بین سوپر ای آی و جنرال ای آی رو بفهمین حتما کپشن رو مطالعه کنید.